بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانرنن عادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 151 مهندسی جهل رو آغاز میکنم و الله متعال رو شاکرم که به من این عمر را داد و این فرصت رو برای من ایجاد کرد که بتونم با عمق زبان ترکی و ادبیات و تمدن فکری و مکتوب ترکی آشنا بشم و تا حدودی، نمیگم کاملا، بتونم در این زندان مهندسان جهل یه سوراخی به بیرون از این ایجاد بکنم و بتونم جهان تمدن مکتوب و فکری ترک رو ببینم. این از یه روزنه، من هنوز از این زندان خارج نشدم. واقعیتش اینه که این زندان چنان چند لایه هست، چنان با احساسات ما، با درون ما، با فکر ما، با کورتکس ما، مغز ما یه بخشی داره که در بچگی تا 6 سالگی شکل میگیره و متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم تا آخر عمرمون ما رو مدیریت میکنه و تمامی ترس ها و نگرانی ها و دلخوشی های ما در اونجا ضبط میشه در بچگی و تا آخر عمر هم خودش رو، حتی وقتی انسان ها آلزایمر میگیرن و از بخشی از حافظهشون رو یا تمامیش رو از دست میدن، اون کورتکس مغز، اون چیزی که در بچگی ما تا 6 سالگی حد اکثر، بعضی میگن تا 2 سالگی در اونجا جمع شده و تماما احساسات هستش، اینها ما رو کنترل میکنن در اون وضعیت هم. در نتیجه ما تحت کنترل سیستم مهندسی جهل هستیم، برای اینکه پدران و مادران ما چنان عاقل نبودند که ما رو از این فضای مهندسی جهل حداقل در اون 6 سال اولیه دور نگه دارن. در اروپا به خصوص در کانادا تعدادی از انسان‌ها به این مهندسی جهل پی بردن. من در حدود سالهای 2008 تا 2002 با یک تعداد انسان جوان آشنا بودم که اینها بچه هاشون رو به مدرسه نمیفرستادن و من درک نمی کردم. فکر می کردم که خب می گفتن خود ما در خانه آموزش میدیم، هر چیزی که برای اینها لازمه آموزش میدیم، اینها میتونن کتاب بخونن، میتونن برن امتحان بدن، دیپلم، لیسانس که نه، دیپلم بگیرن، ولی اینها رو تو مدرسه نمیفرستیم که با ذهن اینها، با مغز اینها بازی بکنن. البته این قسمت آخر جمله رو که با مغز اینها بازی بکنن رو نمیگفتن، ولی من یواش یواش الان بعد از حدود سال 25 سال 2010، یعنی 15 سال قبل، آدم این جمله رو شنیده باشه، دیده باشه که کانادایی‌ها چی کار میکنن، بعضی از کانادایی‌ها، و اون وقت ما مثلا 15 سال باید درک بکنیم که عمق مسئله چی بوده. عمق مسئله این هستش که تمامی دولت‌ها حافظ منافع ملت نیستند. هیچ دولتی در دنیا، آمریکا باشه، کانادا باشه، فرانسه باشه، انگلیس باشه، سوئد باشه، هیچ دولتی، ایران باشه، نمیدونم عراق باشه، سوریه باشه، لیبی باشه، روسیه باشه، نمیدونم اوکراین باشه، هیچ کدوم اینها حافظ مردم نیستن، حافظ منافع ملت نیستن. همه این دولت ها یه عده یا یه طبقه حاکمه یا یه عده خاصی سرمایه دارن، پول دارن، نفوذ دارن، اینها حاکمن. اینها دیده نمیشن در روی پرده سینمای مملکت، سیاست مملکت، اقتصاد مملکت. اینها در پشت هستن. این سیاستمداران رو، نمایندگان مجلس رو، رؤسا رو، دولت رو، سیاست رو، سیاستگزاران رو اینها کنترل میکنن و اینها هستن که مغز ما رو بر اساس منافع خودشون کنترل و راهبری میکنن، راه میبرن. متاسفانه این در همه جای دنیا هستش و بچه های ما در مدارس و دانشگاه ها و با خواندن کتاب ها و دیدن فیلم ها و سریال ها و اخبار روزنامه و رادیو و تلویزیون، اینها ذهن ما رو اینها میسازن و ما جهان رو نه از ذهن آزاد بلکه از ذهن اشغال شده که در خدمت منافع اون طبقه یا اون مافیا یا اون گروه ها باشه حتما میبینیم. ما دیگه خودمون نیستیم، ذهن ما نیست. ذهن ما ذهنیه که دیگران ساختن تا برای اونها خدمت بکنن. ذهن ما زمانی ذهن ما میتونه باشه که پدران ما، مادران ما اونقدر عاقل باشن که بیان بر اساس، حداقل نذارن ما تحت تأثیر
ذهنیت طبقه حاکم باشیم، میدیای حاکم باشیم، رسانه های حاکم باشیم، کتاب ها و مدارس و دانشگاه و رادیو رسانه های اونها باشیم، در نتیجه ما بتونیم مستقل، حداقل تا حدودی مستقل فکر خودمون رو رشد بدیم یا خانواده فکر ما رو رشد بده. ولی متاسفانه همونطور که عرض کردم 99.99% خانواده ها در دنیا تسلیم دولت هستند و دولت، هیچ دولتی در دنیا، هیچ، تکرار میکنم، هیچ دولتی در دنیا، هیچ رئیس جمهور، هیچ هیئت دولتی، هیچ کابینه‌ای، هیچ مجلسی، هیچ سنایی سنای واقعی ملت نیستن، نماینده واقعی ملت نیستن و برای ملت کار نمیکنن. اونها حافظ منافع یه تعداد، یه گروه‌هایی هستن که از اونها حمایت خواهند کرد و از اونها و در راستای تأمین منافع اونها کار خواهند کرد. حالا ممکنه بخشی از اینها تو ارتش باشند، نمیدونم تو اینتلیجنس سرویس ها باشند، تو هر جا، یعنی بالاخره این رهبران اینها در پشت پرده همه اینها رو کنترل میکنن. حالا نمیشه همه این بافته هایی که در اطراف ما بافتن و لایه های بسیاری داره. ممکنه که من مثلا یه لایه رو تا الان فکر کنم 3-4 لایه رو در این 15 سال 20 سال اخیر سوراخ کردم، ولی فکر میکنم هنوز مثلا شاید 1000 لایه دیگر وجود داره تا من بتونم از این زندان مهندسی خارج بشم و یه جهان جدید رو ببینم. انگار که مثلا من یه مثال اگه بزنم اینجوری بزنم، تخم مرغ، این جوجه‌ای که داخل تخم مرغ هستش، این میخواد از این بیاد بیرون. این باید یه روزی این اگه بخواد بیاد بیرون و اراده بکنه بخواد بیاد بیرون و سالم باشه بخواد بیاد بیرون، چون اگه سالم نباشه، اراده نداشته باشه و اون طبیعت هم باهاش همکاری نکنه، نمیتونه از اون تخم مرغ بیاد بیرون، همونجا اونجا میمونه و فاسد میشه، اونجا میمیره. ما اکثرمون 99.99% از جمعیت ها در روی کره زمین مثل اون جوجه هستیم که درون اون تخم مرغ متولد میشیم، بزرگ میشیم، بچه دار میشیم، میمیریم همونجا. هیچ وقت این فرصت رو به دست نمیاریم که این تخم مرغ رو بشکنیم و از این تخم مرغ بیاریم بیرون و این جهان رو ببینیم. داخل تخم مرغ، اون داخل تخم مرغ جامعه بشری، برای ما بیرون از این چیزی وجود نداره، هر چی هست همینه. در حالی که وقتی این تخم مرغ جامعه بشری رو، این زندان مهندسان رو بشکنیم، مثل اون جوجه‌ای که داخل تخم مرغ هستش، بیاد بیرون، با یک جهان دیگری مواجه میشه که تا الان ندیده بوده و هیچ تصوری ازش نداشته بوده. ما هم همین وضعیت رو داریم. بچه‌ای که در جنین مادر هست همین وضعیت رو داره. مادامی که نیاد بیرون متوجه نمیشه و مادامی که هی بزرگ نشه نمیتونه بیشتر ببینه. مادامی که سفر نکنه نمیتونه بیشتر ببینه. برای همین ما محصول شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، مدرسه، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مختلف هستیم. اونها هستن ما رو میسازن، ما خودمون نیستیم. ما محصول جامعه و سیاستمداران و قانونگذاران و ارباب هنر و صنعت و تکنولوژی و آموزش و کتاب و اینجور چیزا هستیم. یعنی ما خودمون نیستیم، ما خودمون رو نمیسازیم، دیگرانی ما رو، مغز ما رو، وضعیت ما رو میسازن. و اگه ما بخوایم یه روزی برگردیم و خارج از این بشیم، به یک جهان دیگه، یه ماتریکس دیگه وارد میشیم. ما الان در یه ماتریکسی هستیم، به یک جهانی هستیم که اتفاقا یک ویدیو، یه فیلمی آمریکایی ساخته بودن، فکر کنم مردان سیاه پوش بود اسمش، چی بود، آخر فیلم اینها یه در رو باز میکنن که ازش برن بیرون و فیلم دوربین میره عقب، نشون میده که این یه در به یک جاییه که نمیدونن کجاست، ولی این جهانی که اینها در اون زندگی میکردن، مثلا کره زمین، از این درها 10,000 میلیون ها وجود داره به بیرون. و ما متاسفانه این ماتریکس یعنی همون، یعنی ما در درون یک خانه‌ای هستیم که درون یک کره‌ای هستیم که نمیدونیم بیرون از این چیزی وجود داره یا نه. و اگه یه روزی بتونیم از این فضا بیرون بجهیم،
با یه چیز دیگری مواجه. به هر حال برای این مسیر که بریم، یکی از اینها اینه که ما از تسلط مهندسان جهل 250 ساله خارج بشیم. برای خروج از تسلط و زندان مهندسان جهل، یکی این هستش برگردیم کتاب‌های خطی دست نوشته چند صد ساله قدیمی رو بخونیم که اینها هنوز نتونستن، فرصت نکردن، وقت نکردن، سرمایه کافی نگذاشتن که این کتاب‌ها رو هم دستکاری بکنن. بریم با اینها آشنا بشیم. با اینها که آشنا بشیم، ما از این مهندسی جهل خارج میشیم، با یک جهان دیگری که در اون جهان ترک‌ها حاکم بودند و قدرت برتر جهان بودند روبرو خواهیم شد. حالا برای این منظور من دوباره امروز با یه کتاب قدیمی چند صد سالی ترکی به زبان ترکی میخوام آشنا بشیم و ببینیم که امروز چه کتابی رو میتونیم بخونیم. خب ما دیروز کتاب عبدالقادر گیلانی رو، وصیت‌نامه حقی و دیلبلگی رو خوندیم. این سه تا کتاب رو دیروز تلاش کردیم که بخونیم و حالا نمیدونم تا چه اندازه تونستیم موفق بشیم یا نه. تلاش کردیم اونها رو بخونیم. دیلبلگی حالا امروز طریق نقشبندیه رو باز بکنیم و یک کتاب دیگری به نام لطیفه باز بکنیم ببینیم اینا چی هستن. خب اول کتاب طریق نقشبندیه که یکی دو روز پیش هم در مورد، دیروز فکر کنم، در کتاب گیلانی، مناجات نامه گیلانی، باهاش یه اشاره بهش شد که این کتاب احتمالا به نقشبندیه ربط داره. خب حالا مثل همیشه ما الان بریم و یه مقدار این با این وضعیت کاغذی کتابی که PDF در دست ما هستش آشنا بشیم ببینیم چی هست. این کتاب رو الان میبینید جلدش مشکی هستش و شیرازه یه مقدار رنگش نسبت به رنگ جلد سفیدتره، کمرنگ، سیاه کمرنگ هستش. صفحه بعد رو میبینیم اینجا جلد رو باز کرده، داخل جلد و صفحه اول کتاب رو میبینیم. این کتاب در سلیمانیه کتابخانه است در استانبول، محله فاتحیه نگهداری میشه. در اینجا ما یه چیزی، من اینجا فقط میتونم شریعت طریقت رو بخونم، شریعت طریقت. حالا اینجا یه چیزی نوشته شده، برمیگردیم میبینیم. در صفحه این همین صفحه هم کادربندی شده، ولی اگر هم چیزی نوشته شده باشه دیده نمیشه، از بین رفته. احتمالاً چیزی هم نوشته نشده در اینجا، ولی در صفحات بعدی ما میبینیم که کادربندی شده، کادرها با رنگ قرمز چیز شده و خط باز هم منحصر به فرده، تقریبا نزدیک به خط دیوانی هستش. در صفحه اول که میبینیم اینجا کادر به 3 قسمت تقسیم شده. یه قسمت جای نقاشی بوده که نقاشی نکردن، که یه قسمت اسم کتاب بوده که اینجا میبینیم، حالا بعدا میخونیم، و بعد بسم الله الرحمن الرحیم مطلب شروع میشه. با قلم سیاه نوشته شده، خط سیاه نوشته شده. روی بالای بعضی از کلمات خط قرمز کشیده شده و بعضی جا هم میبینیم یه علامتی قرمز مثل بی نهایت در بین سطرها قرار داده، از ویرگول استفاده کرده. میبینم در صفحه دوم ویرگول ها رو میتونم ببینم. صفحه های بعد رو هم میتونیم ببینیم که اینجا احتمالاً در هر صفحه‌ای چه مطلبی هستش برای اون احتمالاً نوشته شده. احتمال میدن برای اینکه با قلم قرمز زیر هر کلمه یه شماری مثل صفحه 1 2 3 4 5 10 احتمالاً هم موضوع ها هستن، فقط موضوع ها رو میگه. اول و آخر سطرها خیلی خوب هستش. تا اینجای کتاب کاهی بود، زرد شده بود و اینجا ما با روبرو هستیم. در صفحه های قبلی هم روبرو بودیم با اینکه
شیرازه کتاب یه مقدار آسیب دیده، ولی از اینجا به بعد میبینیم که کتاب رنگش سفید میشه، یعنی کاغذ از نظر ظاهری رنگش سفید هست و در اطرافش هم برای حاشیه نویسی فضای لازم گذاشته شده. حالا بعدا برمیگردیم ببینیم که این چیزایی که مثل خط میبینید این نخهای شیرازه هستش که کتاب صفحه ها رو به هم دوخته بودن، حالا پاره شده و این صفحه ها همینجوری افتاده رو صفحه و کسایی هم که عکس میگرفتن اصلا حال و حوصله پیدا نکردن که بیان بگن آقا خب اینها رو بذاریم وسط، یه کاری بکنیم که روی متن نیفته و متن قابل خواندن باشه. متاسفانه این کار رو نکردن، خیلی شلختگی به خرج دادن. این کتاب 78 صفحه کتابی هستش که در PDF 39 صفحه شده و این خطش برای من خط زیبایی هستش، برای اینکه من میتونم با خواندن با دیدن این تصویر صداها به شکل حروف میتونم اینها رو در مغزم پردازش بکنم و بخوانم و بفهمم و باهاشون ارتباط عاطفی فکری برقرار بکنم و این میشه زیبایی. درک من از زیبایی همینه و این رو بارها هم بیان کردم. در این صفحه مواجه هستیم با چند کلمه، مثلا مقدمه هست اینجا، تا اینجا اومده، الان اینجا مقدمه شروع میشه، مثلا با کلماتی که با رنگ قرمز نوشته شده. این تا اینجا ندیده بودم، حالا این رو دیدم. به نظر میاد که این خطی که الان در این صفحه برای حاشیه نویسی استفاده کردن متفاوت از خط هستش، ولی خب باید یه مقدار دقت بیشتری بکنیم. اینجا کتاب تمام میشه، صفحه 27 PDF کتاب تمام میشه و یک کتاب دیگری شروع میشه که در کنارش هم شما میتونید حاشیه زیادی رو ببینید که برای این نوشته شده. بسم الله الرحمن الرحیم، رهبر سرصفت جماعت حریم. حالا ببینیم که این چی هست، بعداً بخونیم آیا سرصفت هستش چی هستش، این رو بعداً بخونیم. اینجا هم با همون حاشیه های بیشتری روبرو هستیم. دوباره این تمام میشه، تاریخ هم زده. کتاب بالایی رو نگاه نکردم ببینم که آیا تاریخ داره یا نه، نمیبینم، احتمالا باید این قسمت های ازش بخونیم اینجا، ولی یه چیزهایی رو میبینیم. مثلا اینجا جمادی الثانی سده بیر دوشنبه گونی، حالا اینجا 927 تاریخ 927 رو میتونیم بخونیم اینجا با رنگ قرمز. این بخش کتاب نوشته شده، میبینید که بیش از 5 قرن هستش که این کتاب نوشته شده. البته اینجا برای یه عده انسان ها هم حیاتشون رو زین الدین الخوافی ابوبکر محمد ابن محمد، این هم 838 زندگی میکرده. عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن احمد ابن علی غانم المقدسی الانصاری، این هم 856 زندگی میکرده. و سید احمد افندی از اولاد عاشق پاشا سید ولایت ابن سید احمد 929 زندگی میکرده. حالا اینجا هم تاریخ‌های دیگری رو میبینید، یعنی اینجا اومدن این سرسلسله احتمالاً در رابطه با این نقشبندیه افرادی که رهبران اصلی این نهله مذهبی تفکری عرفانی بودن اینها رو اینجا نوشتن. مثلا سلطان بایزید بسطامی احتمالاً باید باشه، سلطان اینم بازم ترک باید باشه. سلطان بایزید 851 بوده. از در نتیجه اینجا زیر نام بعضی از رهبران میبینیم که چیز شده. و حتی یه چیز دیگری که الان من دارم اینجا میبینم، مثلا اینجا کتاب در متنش اینجا تاریخ 927 اگه زده باشه، اینجا 1158 نوشته شده باشه. این حاشیه خیلی بعدها بر این کتاب نوشته شده. یعنی میتونیم حالا تاریخ ها رو مقایسه بکنیم، احتمالا مثلا یه کسی در یه مقطعی نوشته و بعد یکی دیگه اینها رو علاوه کرده.
حالا این کتاب هم خیلی کوتاه هستش که اینجا تمام میشه و 1238 نوشته شده، احتمالاً یوم سبت هم هست، روز شنبه بوده این کتاب تموم شده. این کتاب پس در این چند صفحه‌ای که یک کتاب فرض میشه 2 و 4 و 6 صفحه حدوداً، این 6 صفحه در 1238 نوشته شده، یعنی حدود، حالا این رو هم باز میتونیم اینجا به دست بیاریم، 1447 رو ازش کم بکنیم 1238 بکنیم، این کتاب 209 سال پیش نوشته شده. خب بریم ببینیم که این کتاب سوم چی هستش. بسم الله الرحمن الرحیم، از اینجا شروع میشه. اسم و تاریخ طرح المعنی فی شرح الاسماء 1150. این کتابچه هم که کتابچه کوچیکی است در 1150 نوشته شده بوده. یه نفر اینجا تاریخ زده، ما بر اساس این میگیم که این تاریخه، ولی خب باید خودمون بخونیم. و اینجا میبینید کتاب چقدر آسیب جدی دیده، اینجا خیلی آسیب دیده و جوری که شاید نشه این کتاب رو خوند، برای اینکه دو طرف صفحه رنگهاش به همدیگه تأثیر گذاشته و یه مقدار سخت میکنه این خواندن کتاب رو. این هم مثل کتاب قبلی هستش، یه حاشیه هم اینجا میبینیم که خیلی چیزه. اینجا خطش با اون دو تا کتاب قبلی بسیار فرق داره، یعنی قطعا که از یک قلم نیستن، قلم‌های متفاوتی ازش استفاده شده و هر کدام هم یک اثر انگشت مجزایی هستش که توانایی نوشتن، سطح سواد، سطح احساسات، سطح حتی شاید امکانات مالی نویسنده رو نشان میده. کتاب در اینجا تمام میشه و متاسفانه من اینجا به نظرم میاد که ناقص مونده این کتاب یا ازش کنده شده، برای اینکه اینجا جمله کاملا ناقص مونده اینجا و بقیه هم نداره دیگه، تمام. خب برگردیم سر صفحه ببینیم که این کتاب چی میگه. حالا تا اینجا متوجه شدیم که این کتاب مجموعی از 3 کتاب یا رساله مجزا هستش. طریقه نقشبندیه سلوکی‌لرینه دایر رساله مستقیم زاده، یه آدمی بود که حالا ازش 1-2 تا کتاب اینجا معرفی کردیم به نام مستقیم زاده، در استانبول اگر اشتباه نکنم زندگی میکرده. ایشون یک کتابی رو گردآوری کرده یا سفارش داده براش گردآوری کردن، از روی کتاب‌های دیگه براش نوشتن و داخل یک جلد قرار دادن و این در رابطه با اون هستش. 3 تا کتاب در این مجلد هستش. بسم الله الرحمن الرحیم، القوی المعین العزیز الکریم. مثل خواسته هم وزن با بسم الله الرحمن الرحیم بشه. القوی المعین العزیز الکریم، الحمدلله الذی تجنبنی اما سواه به شدت ظهوره. خیلی حرف عجیبیه، میگه که حمد بر اللهی باشه که من رو از اون چیزهایی که به غیر از خدا الله رو چیز بکنه، از شدت ظهورش، یعنی اونقدر خدا ظاهر دیده میشه که آدم نمیبینه. ببینید این خیلی حرف جالبیه. ما میدونیم که زمین میچرخه، به ما گفتن، حالا نمیدونیم، مطمئن نیستیم. میگن که زمین میچرخه و صدای خیلی خیلی بلندی داره و سرعت بسیار زیادی داره، ولی ما نه متوجه سرعتش هستیم، فقط متوجه این که روز و شب میشه دیگه. اینکه این زمین میچرخه مثل ماشین که حرکت میکنه از جلوی چشم ما رد میشه، ما اینو متوجهیم. همچنین اون صدا رو هم نمیشنویم. اون صدای زمین که باید در اثر این چرخیدن یه صدای بسیار بلندی ایجاد بکنه، اون رو هم نمیشنویم. خب برای اینکه خیلی زیاده دیگه، اونقدر زیاده که ما توانایی شنیدنش رو نداریم. حالا این هم اینجوری میگه الله به قدری ظاهر شدت ظهورش به قدری زیاده که حواس ما از دیدن به جای اینکه اون رو ببینیم
چیزای کوچیکتر رو میبینیم و حمد بر اللهی که ما رو از این وضعیت جور کرد که من از این وضعیت دور نیستم متاسفانه. و تواری عنهم به اشراق نورهی. حالا اینجا یه چیزی نوشته که اثرزا، نمیدونم یعنی چی، با رنگ قرمز اینجا یه کلمه نوشته که من تلاش میکنم بخونمش، ولی یا اثرنا یا اشرنا، نمیدونم این حالا کدوم باشه، واقعا نمیدونم که اشرزا هستش اشرنا هستش چی هستش. مرشد کامل ملول ذات شریفه اطلاقی صحیحه طریق سلوکده، احتمالا صحیحه طریق سلوکده muridlərinin zahirlərini ulum şəriəti ilə arastə və batinlərini ulum ma'rifətullah ilə pirastə edə və taliblərini davam huzur və şuhud ilə bir murad və رسیده طریقه. حالا اینجا یه چیزی نوشته که خونده نمیشه به خاطر اینکه نداره، نمیدونم این چی هست اینجا نوشته شده. حالا آشته بله سلامیده آشته بله اولان مرشد نورانی و شیخ سمدانی که نبی فی امته. حالا هر شیخی مثل نبی هستن در امت خودشون. این یه حدیث احتمالاً ازش استفاده کرده، بالاش هم خط قرمز کشیده که بگه این رو باید توضیح میده. علوب سالکانه تلقین ذکردن اقدام شرایط اشریه رعایت اوگ و آنلا. این اوگ چی هستش نمیدونم، با این نوشته شده رعایت اوگ و آنلا یا آنلا تخلف سوق ادرکی بودور اولا دوباره برای اولا یه خط کشیده، خط قرمز. طهارت چی؟ حکم شریعت ل خبائستن ظاهر و بیرون بدنینی تطهیر و تنظیف و حکم طریقت ل باطن و درونینی ماسوادن تخلیه و تلطیف در. پس اولش چیه این سالکان باید چیز رو یاد بگیرن؟ اینه که باید با طهارت که بر اساس حکم شریعت هستش. شریعت چی هست؟ گفتیم احکام که ملاها برای اجرا کردن گذاشتن. خیلی به این احکام شریعت به اسلام ربطی نداره. سلام علیکم. احکام شریعت به اسلام خیلی ربطی نداره. اینها مولود شرایط زمانه و مکانه و درک ملاها از اون شرایط و تطبیق اون به اصطلاح از نظر خودشون به اسلام هستن. درجه اصلا ربطی به اسلام نداره. شرایطی که امروز ما زندگی میکنیم ربطی به اسلام نداره. اینا تاریخ، بگیم که اینها تا مجموعه ای از رفتارها و افکار ملاها در طول تاریخ و بر حسب شرایط زمان و مکان هستند که شرایط مثلا کشوری که امروزه ایران نامیده میشه با افغانستان و سوریه و مالزی و لیبی و عربستان و ترکیه و آذربایجان و ترکمنستان و کرگیزستان و اویغورستان فرق داره. در نتیجه شریعتشون هم فرق داره. خب پس اولش اینه که خودشون رو بر اساس شریعتی که ملاها گذاشتن تطهیر بکنن، پاک بکنن. اون چی هستش؟ میگه که کجا رفت؟ بله، خبائث جمع خبیثه. خبیث هم مثل حالا بگیم که وقتی توالت میرید و اینها دیگه به هر حال یه چیزی از انسان دفع میشه، حالا به شکل غاز و آب و یا یه مقدار جامدتر یا مائع‌تر. اونها شل و سفتیش مهم نیست، اونها که ظاهر هستن اونها رو میشوریم. طهارت اینه. میگه ولی باید درون رو هم، درون عبارت است از اینجا مغز
و احساسات که باز تو مغزه، تو قلب نیست. ما درست تو قلب حس میکنیم ولی اینجاست، همه چیز اینجاست. ولی اینجا برای اینکه به خودش فشار نیاره میذاره روی نوکراش، چون بدن ما، همه این بدن ما، چشم ها، دماغ و لب و گوش و بدن ما، همه اعضا و جوارح ما نوکر این مغزن و برای اون کار میکنن. حالا این برای اینکه خودشو پنهان بکنه که اینجا پنهان کرده دیده نمیشه، این چشم رو، این دماغ رو، این گوش رو، این تروید رو، این سینه رو، این پاها رو، این قلب رو، ریه رو، نمیدونم روده رو، اینها رو مریض میکنه که مثلا بگه تو به اونا توجه کن، من اصلا نباید دیده بشم. این همون دست نامرئی هستش که داره ما رو اداره میکنه. مغز ما کلا بدن ما رو اداره میکنه ولی خودش دیده نمیشه. خیلی ما متوجه مغزمون نیستیم. ما متوجه چشممون هستیم، صورتمون هستیم زیبا باشه، ابرومون، نمیدونم سیبیلمون، ریشمون، گیسمون، لباسمون، دستمون، پامون، ناخنمون، نمیدونم اینها خوب باشه، آرایش بکنیم، ولی نیاز نمیبینیم که مغزمون رو هم آرایش بکنیم. ولی این میگه که باید به داخل مغز اهمیت داد. خب دوم چی؟ حالا ماسوا اینجا که گفته و داخل رو، درون، داخل رو از ماسوا یعنی به غیر از الله، هر چیزی که به غیر از الله تبارک و تعالی هست میگه ازش باید تخلیه و تلطیف کرد، لطیف کرد. ikinci üzlet حضور طلبله. این طلبله نمیدونم چرا با ت دو نقطه نوشته شده، من نمیدونم این معنی چی هستش. یه حرف قلبله، این قلب باید بخونیم، طلبله نمیشه. ikinci عزلت حضور قلبله الفت و اذکارله انسیت دو چی خلوت در انجمن بخشنده دخی یاد اولونور. حالا دومی چی هستش؟ اینه که ما قلبمون رو الفت بدیم، آشتی بدیم با اذکار ذکرهایی که مربوط به الله هستش. میگه تا اونم چی؟ که خلوت در انجمن بخشنده. اینجا فارسی ازش استفاده کرده احتمالاً، البته همش عربیه به غیر از این در که احتمالاً حالا نمیدونم ترکی هستش، احتمالاً فارسی باشه. میگه که خلوت خودش و انجمن بخشنده فقط چیز هستش، احتمالاً فارسی باشه، نمیدونم. میگه که باید در میان اینها بتونید قلبتون رو به این چیز بکنید، عادت بدید. üçüncü صمت چی؟ قل الخیر والانا سکت و الا ناسکت. این چی نمیدونم این چی میشه. مضمونیلا، این یه حدیثیه، مثلا گفته که صمت که قل الخیر و الا فاسکت. اوکی، اینو باید ف بخونیم. حالا متوجه میشم ف ها رو مثل نون مینویسه. میگه که قول الخیر، فقط حرف خوب بزن، خیر دیگران رو، اصلا برای کلا خیر صحبت کن، شر و بدی رو صحبت نکن. نگاه کن چقدر چیز بوده دیگه. اگه نمیتونی خیر حرف بزنی کلا ساکت باش، فاسکت، ساکت باش. یا دهنت رو برای حرف های خیر بزن یا ساکت باش، باز نکن دهنتو. خیلی حرف مهمیه. ما متاسفانه از این احادیث هیچ استفاده نمی کنیم. مضمونیل عمل دور و dördüncü. حالا این چهارمی چی هست؟ این سومی بود. سیام، روزه گرفتن. ظاهرا و باطنا siyam ile qiyam که محلinde tefsil eylemişlerdir. میگه هم باید از نظر ظاهر سیام داشته باشی، چیزی نخوری، خودت رو نگه داری از خوردن، هم از نظر باطن باید داشته باشی، یعنی فکرت هم، احساساتت رو هم تحت کنترل داشته باشی. تنها این نیستش که بیرون مثلا زنا نکنی، غذا نخوری، آب نخوری، مشروب نخوری، نمیدونم به ناموس دیگران
نگاه نکنی. میگه تنها این نیست، اینها هست اما کافی نیست، باید داخل درونت هم فکرت هم احساساتم این باشه. خب من خودم رو میگم که من از اینها خیلی دورم و آموزشی هم ندیدم براش. بشینجی ذکر اولا لسان و ثانیا جنان. ذکر گفتن، اون بالا گفتش که در اولی ما از کاری رو میگیم، اینجا میگه ذکر باید گفت. چجوری؟ اولش با لسان، با مثلا الحمدلله الحمدلله لا اله الا الله لا اله الا شکر شکرا شکرا شکرا، مثلا یه چنین چیزایی. و ثانیا جنان با جوارح و اندام ها. من یه جایی یادم میاد وقتی که حالا نوجوان بودم، مثلا میگفتن شکر واقعی و زمانی که بگی مثلا من دست دارم و دستم کار میکنه و این دست رو در کار خیر به دیگران و خودت به کار ببری، این میشه شکر دست. چشمت رو از اینکه برای خیانت استفاده بکنی، بدنت رو برای خیانت به خودت یا دیگران استفاده بکنی دور بداری. خودت خیلی مهمی. در اسلام خود انسان بسیار بسیار مهمه، حیاتیه. برای همین هم من فکر کنم قرآن همش رو بگیم ما دروغه و دور بندازیم، یه آیش برای من مهمه، کافیه. هر کس یک انسان رو به قتل برسونه انگار همه انسان ها رو کشته. من به نظرم این اوج تمامی حقوق رو میشه از این در آورد. اگه قرار باشه من ملا باشم و حقوق بنویسم، از این یه جمله حقوق انسان ها رو می نویسم. کافیه نگاه کنید وقتی میگه که شما منظورش این نیستش که نظامی و غیر نظامی باشه ها. نظامی ها میتونن بکشن، غیر نظامی ها نمیتونن بکشن. این چیزیه که الان مثلا غربی ها میگن آقا چرا به اونها تروریست میگن ولی خودشون میتونن بکشن. چرا میگه اون ضعیف‌تره، من میگم آقا براش اسم میذارم تروریست، راحت بکشمش، مردم اعتراض نکنن، بگن آقا این تروریست داره میکشه. ولی خودت چیکار میکنی؟ خودت هم آدم میکشی، اونم آدم میکشی، تو هم آدم میکشی، چه فرقی داره؟ هر دوتا آدم میکشید. چه فرقی هستش که حسن که دولت نداره ولی برای دفاع از خودش و خانوادهش، همین بگیم که تو فلسطین، تو غزه، دولت نداره، سلاح نداره، پول نداره، با یه تفنگ برنو مسلسلی نمیدونم کلاشینکوفی داره با هواپیماهای تو میجنگه. تو چون هواپیما داری میتونی بگی اون تروریسته، ولی اونی که دست خونش رو 63,000 نفر کشتی، بیش از 22,000 کودکش رو کشتی، بیش از 2 میلیون نفر رو آواره کرده، یک شهر 2 میلیون نفری رو کلا بمباران کرده، یه خونه سالم وجود نداره، تو به اون میگی، به اونی که اونجا داره از زندگیش و زنش و بچهش و خانهش و زمینش داره دفاع میکنه بهش میگی تروریست با اون سلاح‌های سادهش، و به خودت که داری با هواپیما و توپ و تانک و بمب‌های چند صد تنی میریزی خونش میگی که نه من حق دارم بکشم، اون حق نداره بکشه. من حق دارم 63,000 و چند صد نفر 500 خورده ای نفر رو بکشم ولی اون حق نداره از ما بیش از 1500 نفر رو چرا کشته. اصلا قابل این چی هست؟ حالا نمیدونم اصلا از کجا اومدم به اینجا. ثالثا جمیع اشیاده سلطان ظهورینه، سلطان ظهورینه کوشش دور. ششمین مرحلهش اینه که در تمامی اشیا، ببینید اشیاده یعنی همین تلفن، همین کامپیوتر، همین کامera، همین لباس، همین عینک، همین در و خونه و آجر و میز و صندلی و نمیدونم فرش و مبل و رختخواب و همه چی دیگه، درخت و برگ و حیوانات مختلفی که ما ازش خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، همه اینها میگه که چی هن؟ جمیع اشیاده سلطانون ظهوری. در همه اینجا اون ظهور و اینکه این خداست، خدا داخل اینه، خدا همینه، میگه اینو باید ببینی. اگه تو بتونی بگی پشه همین خداست یا خدا این ظهوری از خداست، نوری از خداست، یک اشاره‌ای از خداست، خیلی به نظرم معنای جهان بهتری میشه. آلتینجی توکل که کل من عند الله مفهومینه، تسلیم و رضا دور.
میگه توکل چی هست؟ توکل ششمین مرحله توکله. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی کل من عند الله، کل من عند الله، هر چیزی از طرف خداست. کلون من عند الله، همه چیز از طرف خداست. خب الله، ببخشید خدا نه، همه چیز از طرف اللهه. میگه به مفهوم نه، به موجب این مفهومی کاره تسلیم و رضا دار، باید به این قبول بکنی. البته اینجا آیا جنگ ها هم از طرف خداست؟ نه. آیا زلزله از طرف خداست؟ نه. آیا اینکه ما خونه هامون رو درست نسازیم بمیرن از طرف خداست؟ نه. این دست پروردی بشره. یدینجی شکر چی هست؟ هر حال در نعم حق شکر. میگه در هر حالی اون نعمت هایی که حق به تو داده شکرش بکنی. من در جایی که کار میکردم چند روز قبل، یه روز یه خانومی دیدم که در همین 1-2 ماه پیش در کانادا طوفانی اومد، درخت های بسیار زیادی شکسته شدن، ریختن روی خونه ها، خیابون ها، برق قطع شد. بعضی جاها 15 روز ما برق نداشتیم به خاطر قطعی برق. درخت ها رو باید از خیابون ها جمع می‌کردن. این درخت شکسته بود، افتاده رو خونه اینها و اینها تو اون سرما مونده بودن. زمستون بوده، پس حالا که یادم میاد زمستون بوده، الان 9 ماه ازش گذشته. زمستون بوده و این طوفان اومده، خونه افتاده و اینها تو سرما دارن یخ میزنن. برقی نیست، آبی نیست، راه بسته است، نمیتونن برن خرید بکنن، اصلا نمیتونن برن یه جای خونه یه فامیلی، یه هتلی نمیتونن برن، برای اینکه راه ها بسته است، همه جا طوفانه. بعد از 10-12 روز این خانم اومد جایی که من کار میکردم، ازش پرسیدم، گفت شکر خدا. گفتم چرا شکر میکنی؟ حالا خونه که شکسته. گفت من زنده‌ام. ببین همین که نیمه پر لیوان رو هم ببینی خیلی خوبه. این خیلی به نظر من خیلی مهمه که تو بتونی بگی که خب من زنده‌ام و این نعمته. این که من زنده‌ام، الحمدلله رب العالمین که من زنده‌ام، الحمدلله که همسایه های من زندن، الحمدلله که خونه همسایه من سالمه، الحمدلله که حیوانات سالمن، الحمدلله که راه باز شد، الحمدلله که اله شد بله شد. این رضایت ایجاد میکنه در درون انسان ها. شکر خدا که به خدا هیچی ایجاد نمیکنه، شکر الله که برای الله هیچ منفعتی نداره، فقط ما رو آرام میکنه، ما رو از اینکه رقابت بیفتیم تو دل رقابت. و نمیدونم بعضی از خانم ها من میشنوم توی عروسی چند بار لباس عوض میکنن و در سری بعد این لباس رو میپوشن. ما مردها چرا اینجوری نیستیم؟ چرا من مثلا این کت رو ممکنه که 15 ساله دارم، من پیرنها و لباسایی دارم که از وطن با خودم آوردم، هنوز دارم ازش استفاده میکنم و هیچ وقتم فکر نمیکنم به قدری کهنه هستن که نباید استفاده کرد. فکر کنم این پیراهن رو در 15 سال پیش 16 سال پیش مثلا گرفتم. چه اشکالی داره که مثلا بتونم، حالا چاق شده بودم به بدنم نمی اومد، الانم البته خیلی نمیاد مثلا، چه اشکالی داره مثلا. ما متاسفانه در سیستم سرمایه‌داری جهانی یه کاری کردن که ما با همدیگه مسابقه گذاشتیم، رقابت میکنیم که چی بیشتر میتونه از اون کاری که در میاره، کار میکنه، زحمتی که میشه، یا شوهرش یا خودش فرقی نمیکنه، که از این چی بیشتر میتونه خرج سرمایه‌دارها بکنه که اونا سرمایه‌دارتر بشن، ما فقیرتر بشیم. ما میتونستیم به جای این که مثلا 1000 تا کفش و لباس داشته باشیم، میتونستیم مثلا با 10 تاش سر بکنیم، پول بقیه رو بدیم، مثلا بریم یه مسافرت 2 ماهه 3 ماهه 1 ساله بریم مسافرت، مثلا لذت ببریم برای عمر خودمون، در حالی که الان شب و روز زنمون، شوهرمون، بچه‌مون دارن تلاش میکنن، فرار میکنن که مثلا ما چیکار بکنیم؟ بریم مثلا یه لباس تازه بخریم، یه ماشین تازه بخریم، در حالی که ماشینمون میتونه کار بکنه. من سال 2008 یا 9 رفتم آمریکا برای اینکه در رادیو صدای آمریکا کار بکنم
بخش ترکی آذربایجانی رادیو صدای آمریکا در واشنگتن. بعد یه مدتی که موندم اونجا میخواستم برگردم دیگه، با هواپیما نیومدم، رفتم که با ماشین بیام. باور بکنید با ماشینی من از یه استانی به یه استانی دیگه مجبور شدم بیام که مال جنگ جهانی دوم بود. صندلی چوبی بود، اینجوری بگم بهتون، صندلی چوبی بود و همه مسافرم سوار شده بودن، منم سوار شدم و اومدم. چرا کانادا ماشین هایی رو شما میبینید که کاملا پوسیده، در پوسیده، کاپوت ها پوسیده، نمیدونم همه جا پوسیده، رنگ پوسیدگی میریزه، شما میتونید بدن داخل ماشین رو ببینید، اونقدر پوسیده ریخته که شما از دور که نگاه میکنید بعضی از ماشین ها رو میبینید که مثلا با یه چسبایی چسبوندن، مثل یه چیزی هستش که میزنن پف میکنه برای ساختمون سازی، اونا از اینا زدن اینجا رو پر کردن که مثلا درب قدش رو اینجا پر کردن، روش رو نقاشی کردن، حالا به هم نمیخوره. بعد چرا میگه آقا موتورش سالمه، بار که میبره، من که میبره، چرا برم دوباره یکی دیگه بخرم؟ در حالی که مثلا ماشین های دست دوم اینجا خیلی ارزونه، شما میتونید با $1000 یه ماشین بخرید، مثلا با $2000 میتونید یه ماشین بخرید. من همین دیشب داشتم نگاه میکردم یه قایق مال 25 سال پیش رو، نه 30 سال پیش رو با $4000 میتونید بخرید که 300 اسب بخار توانایی داره و داخلش هم یه خونه هست، توالت داره، حموم داره، آشپزخونه داره، تخت خواب داره برای 2 نفر خوابیدن و روی آب هم میتونید همه جا برید. ولی مردم خیلی دنبال این نیستن. میگه آقا من یه پولی در بیارم، اولا پیری دارم، در آینده پیر میشیم، نمیتونیم کار بکنیم، باید برای اونجا سرمایه گذاری بکنیم. دوم اینکه من برم یه مسافرت، یه کتاب بخرم بخونم. به هر حال از اینم بگذاریم. پس یدینci şükrü her halide ni'am حق شکر، 8 خوف و رجا. این هم یه اصطلاحای در اینجا. خوف و رجا ظاهراً صحته ikisi مساوی و شکستگی مزاجده غلبه باقی و باطناً محوده مسا و عادات مسادات. حالا این چی هست اینجا نمیدونم. مسادات اینجا عادات و اثباتده محو و فنا ایله اتصافdır ki şükûk bu megamede yegine تحول و اسرار غیبه دخی شهوده تبدل eder. حالا دیدید که از اصطلاحات بسیار تخصصی رشته عرفان استفاده کرد، من نفهمیدم، حتی نتونستم بخونم. خوف و رجا ظاهرا صحت ده ایکسی مساوی، در حالتی که صحت دارید هر دوی اینها، خوف و رجا، ترس و امید، اینها با هم برابر باید باشن و ما معمولا هر دوتا رو هم فراموش میکنیم. و شکستگی مزاجده، و زمانی که مزاج یعنی روان شما شکستگی داره، یعنی یه جورایی افسرده هستید و مشکلی برای مشکل روانی پیش اومده، غلبه احتمالاً ثانی باید بخونیم و باطنن، ثانی و باطنن یعنی دومی رجا. وقتی که حالت شکستگی دارید، یکی رو از دست دید، ورشکست شدید، نمیدونم مریض شدید اینها، یا مشکلات روانی دارید، میگه در اونجا این رجا رو باید داشته باشید. و باطناً محوده مساوات، شاید مساوات باید بخونیم، نمیدونم، محو شدن در الله رو میگه اینجا. و اثبات ده محو و فنا ایله، حالا دوباره در الله فنا بشید. ببینید اون مراحل 7 گانه‌ای که قبلا گفته بود، اگر اینها رو عمل بکنی یکی دیگه، خیلی دنیا براش اهمیت نداره، خیلی راحت میگیره دنیا رو، خیلی راحت زندگی میکنه. به نظرم برای انسان امروزی خیلی لازمه. این 8م بود، درست؟ حالا باید بریم 9م چی هستش؟ توکوزینجی بیداری یازبت اینجا. حالا ببینیم چی. ظاهرا
ترک خواب و باطناً التزام آگاهی رب الا چی اینجا دیگه اون از بین رفته، اون یه چیزی افتاده اینجا و عکسش افتاده و نذاشته این دیده بشه. احتمال میدم یه چیزی افتاده بوده روی این. حالا یعنی چی؟ میگه ظاهراً باید این خواب رو باهاش مشکل پیدا بکنید، بیداری ظاهراً ترک خواب، ظاهراً باید در ظاهر، یعنی ظاهراً یعنی اینجوری که در ظاهر باید از خواب زیاد نخوابید و باطناً در درون التزام آگاهی حالا اینجا رب العالمین احتمالاً باشه، نمیدونم یه چیزی میگه باید یه جورایی التزام داشته بود که به الله برسید، به الله که در هر جا و هر شرایط و هر زمان و هر مکانی حضور داره، به اون آگاه باشید. حالا اگر یه چیز اینجوری باشه واقعا به اینجا برسه، آیا دزدی میکنه، آیا خیانت میکنه، آیا جنایت میکنه، آیا فرزندان انسانها رو مثلا نمیدونم از بین میبره، براشون مواد میفروشه، اونها رو مریض میکنه، نمیدونم. اوننجی قلت طعام که التزام جوع دور ظاهرا. دهمی قلت طعام، کم خوردن غذا که التزام جوع دور، یعنی یه جوری تا زمانی که گرسنه نشدی و خیلی گرسنه شد نخوری. این باعث میشه که خب چاق نشیم، حداقلش سالم بمونیم. من اخیراً یه مقاله خوندم میگه که اینو اخیراً پزشکا هم خیلی میگن، در زبان انگلیسی هم مقالات زیادی در موردش هستش، میگن که اگه میخواید بدنتون از این زهرها و سمومی که ما از مواد غذایی و هوا و اینها میگیریم به خاطر این ماشین ها و اینها، کارخونه ها و مواد شیمیایی که در هوا پخش میشه، اینها وارد بدن ما میشه، و یا این کودها و شیمیایی ها که به مواد غذایی، میوه ها و اینها میدن، به حیوانات میدن، اینها وارد بدن ما میشه و در بدن ما بیماری های بسیار زیادی رو ایجاد میکنه، هورمون های ما رو به هم میریزه، صحت بدن ما رو به هم میریزه، سرطان و انواع بیماری های دیگر ایجاد میکنه. میگم برای اینکه اینها رو بتونید باهاش مبارزه بکنید، روزه بگیرید، روزه نه، صیام، یعنی کم غذا بخورید، حداقل میگه 12 ساعت گرسنگی بکشید، یعنی غذا نخورید بعد 12 ساعت حداقل. و این یواش یواش باعث میشه خود بدن به خاطر اون گرسنگی و اینکه شما خیلی چاق نیستید، اگر چاق باشید اون چربی های شما رو یواش یواش میسوزه و بعد میرسه به اون بیماری هایی که، یا اون ناهماهنگی هورمون هایی که بدن رو این مواد شیمیایی در بدن ما ایجاد کرده یا استرس در بدن ما ایجاد کرده، یواش یواش اونها رو هم درست میکنه. برای اینکه خودش باید مثل ساعت درست کار بکنه، برای اینکه درست کار بکنه باید این بیماری ها و این اضافاتی که براش ضرر میزنه این رو از بین ببره. خب برای همین مثلا میبینیم که این هم حرف خوبی هستش که کم غذا بخورید. من با این مشکل دارم، من غذا رو خیلی دوست دارم، متاسفانه خوردن یه عادت برای من و خیلی ازش لذت میبرم. البطنه تذهب القطنه. حالا یه جمله عربی گفته که البطنه تذهب القطنه، این قطنه نمیدونم چی هستش، ولی بطنه میگه شکم میبره این قطنه رو، حالا نمیدونم یعنی چی. و باطناً دخیل، حالا اون ظاهرش این بود که باید به گرسنگی، به یه مقدار گرسنه بودن التزام داشته باشم، که میگه خب من یه مقدار اذیت بکشم، حالا بذار این بدنم خودشو چیز بکنه. و بعد باطناً چی باشه؟ معدی غفلت علور. متاسفانه این میگه ازش غفلت میشه. پس ظاهر و باطنلری سر و صفا و جمیع سلوکلری سر و اختفا üzere olup bir لحظه شریعت و طریقت عدم مخالفت ل ارباب ظاهر بیننده ممتاز و مکرم و اصحاب باطن میاننده دخی سرفراز و مسلم اولان طریقه خواجگان عزیز آن عزیزان تا خواجگان عزیزان که bu بیتیله موصوف درلر بیتو گذاشته. حالا اون حرفی که میگفتم بین حالت چیز داره بی نهایت اینجاست. نقشبند ته عجب غافل سالارانند،
نقش بندی احتمالا باید باشه این نقش بندیه عجب غافل سالارانند که برند آذر پنهان به حرم قافله را، که برانداز ره پنهان به حرم قافله را. حالا اینجا دیگه شاید هم اینجوری باشه، باید اینجوری بخونیم: نقشیه بندیه عجب قافله سارانند که برند آن ره پنهان به حرم قافله را. احتمالاً هم اینجوری خونده باشه، نمیدونم اون چی میشه. جمله کارلرینه باب شریعتن دخوله تبادر ادل ادب بو سببدن آنلردن سطحیات قوم کوش. و حالا اینجا یه دوباره نخ افتاده و کتاب رو از بین برده. اولون مامشتر احتمالا نمیدونم چی هستش. جمله صوفیانون غایت طریقلری دوباره اینجا خونده نمیشه. موادن چی آره چیه؟ موادن خاطری تصفیه و تخلیه و حضور دائم ایله تزکیه و تحلیه دور. اما بونلرون بد آیتی حضور دائم ایله تزکیه دور. پس بونلرون bad ayetleri cümleye طرق سائرنون نهایتلeridir ki حضرت جامی قدس سره از سامی buyurur. اون چی گفته این سامی جامی قدس سره؟ دوباره اینجا از اون همون علامت بی‌نهایت استفاده کرده. بعد فاصله بذاره بگه شعر اینجاست: اول آخر هر منتها ظاهر شأن دست تمنا تهی. هر که بدان گنج هنایت رسید. احتمالا اینجا حالا رخت بدایت به نهایت کشید، احتمال میدم اینجوری باشه. و bu mefhumide حضرت نجم الدین کبرا نقشبندیانın şattariye یا şatariyesi hakkında buyurur: مبتداء مسیر سائر بها منتها مسیر سائر للسلاسل العلیه ای الاولویه. پس اصلا و قطعا بلکه ذرتن ما، حالا این ذرتون ما خواطر اوله حضوره مزاحم olmaz و onların nihayetleri şuhud hakta devam استغراق ile ittisafıdır ki onlara hal olup ماسوایه شعوری olmaz. خب من این دو صفحه رو خوندیم، حالا بریم صفحه 10 صفحه بریم و ببینیم. حالا تقریبا 1 ساعته. صفحه 10 بریم ببینیم که اینجا چی هست. خب اینجا کاغذش هم بهتر شد، حالا شاید بشه بهتر اینجا رو خوند. یا دلیلا لمن، احتمالا این از صفحه قبلی هم حدیث داره، بذار ببینیم از صفحه قبلی. نه نداره، همینجا یه حدیثه. گفته که عارض علور من عرف الله کل لسانه یا لشعنه کل لشعنه سری بونده جلوه گردر. حالا اینجا چی میگه؟ یا دلیلا لمن تحیر فیک منادیلرنون احوالی حیرت اندر است سردر آسته بو مقامده سالک سردر. حالا این آسته نمیدونم، آسته بو مقامده سالک هنوز دایره عوامدن خلاص و رب زدنی تحیرن نیازیله صحن خواستی جای مناس ادر. دوباره علامتش فاصله گذاشته. عاقبت حیرتن özge nesne tahsil etmedim. عاقبت حیرتن özge nesne tahsil etmedim. منتهای راه عرفان عالم حیرت gibi.
حتی اثر ذکر قلبی اولان بوی جگر سوختهی خانه صدیقدن گارگون استشمامی bu megamide dür. Raziyallahu anhuma عادات حالا این چی هستش؟ بربده کل مل و نبوته. حالا اینجا بعضی از کلمه ربده کل و حالا اینجا یک کلمه هستش که کل مل و نبوته انبیا bu derece ile nail olurlar ve saliklere irşad ile bu mertebede izn verilir ki merziye derecesidir. Yedincisi seyr billah. حالا اینجا اون مراحل عرفان رو داره توضیح میده که من اینجا رسیدم. اینجا خیلی کتاب جالبیه، آدم کاش بیاد اینها رو بدونه بخونه. یدیجیسی سیر بالله کل منازل و اتم مراحل بدور فنا آنده فنا هویدا و فقر حقیقی دور. حالا اینجا دوباره اون نخ کتاب افتاده روی نوشته، دیده نمیشه، یعنی نمیتونیم بفهمیم که اینجا چی شده. نمیدونم بخونم اینو. مقصود همان حق تعالی اولور، زیرا اسما بونده ناپیدا اولور چی الفقر و سواد الوجه فی الدارین سری بونده مفهوم و قلب المؤمن عرش الله نمونسی با عالمده معلوم اولور و انسان کامل اولور که جمله اشیایی جامع و سر وحدت انواری قلبینه لامع اولور طالب و محبوب و عاشق و معشوق بونده تفرق علم است. ببینید چقدر زیبا داره میگه که جمله اشیا جامع و سر وحدت اولونور قلب لامع اولور. قلبش لامع یعنی قبلا در تبریز به لامع حالا یادم رفت، فکر کنم همین لام دیده، لام یعنی اون چیزی که وجود داره. حالا لامع یعنی روشن. طالب و مطلوب مثلا من که میخوام طالب منم که میخوام زبان ترکی رو یاد بگیرم. مطلوب چیه؟ اون زبان ترکی و اون خطیه که کتاب‌های قدیمی یا اون خارج شدن از جهان مهندسی جهل میخوام خارج بشم، اون مطلوب منه، طالبم من هستم. حالا میگه که چی؟ طالب و مطلوب و عاشق و معشوق چی میشن؟ عاشق و معشوق. فرقی نمیکنه عاشق دختر باشه یا پسر باشه، زن باشه یا مرد باشه، معشوق دختر باشه یا پسر باشه، زن باشه یا مرد باشه، فرقی نمیکنه، هر دوتا میتونن عاشق باشن. عاشق و معشوق بونده تفرق علم است، دیگه از هم جدا نیستن. عاشق و معشوق از هم جدا نیستن، طالب و مطلوب از هم جدا. من با این که میخوام از مهندسی جهل خارج بشم جدا نیستیم. مثلا من و معشوقم از هم جدا نیستیم، معشوقم و من از هم جدا نیستیم اگر عاشق یه چنین چیزی وجود داشته باشه. عشق سن عشقsiz عاشق ده سن عشق سن عاشق دسن معشوق دسن. میگه نگاه کن خیلی حرف جالبی میزنه. عشق تویی، عشق سن، عاشق دسن، معشوق دسن. یه خودتی، هم عشقی هم عاشقی هم معشوقی. این خیلی حرف جالبیه. خودت باید عاشق خودت هم باشی. اگه خودت رو ظهور خدا بدونی، نور خدا بدونی، حالا یکی از فلاسفه اسلامی ترک گفته که هر چیزی، خاک، درخت، حیوانات، پرندگان، آب، هوا، همه اینها، انسان، یه ظهوری، یه مرحله از نوره. همه نور هستن اما هر کدوم یه مرحله از نور هستن. شاید منظورش انرژی بیشتر.
ولی خب میگه که همه این هستن. و اینجا این چی میگه؟ میگه که عاشق سن، معشوق سن، عشق لسن. اشته خلق الله آدم علی صورته. میگه برای همینه که این آیه یا این چیز اومده، این حدیث اومده که الله آدم رو به شکل خودش خلق کرد. خلق الله الآدم علی صورته ترا عیان. حق قائلی دی بی شبهه بیلدی هر کس. حق قائلی دی بی شبهه بیلدی هر کس. اینجا یه چیزی نوشته که دوباره اون نخ کتاب افتاده روش دیده نمیشه. حالا سعودی حق ده نه چون خلق اولنده آدم و من عرف نفسه. این عرف نفسه چی هستش؟ نمایشی من عرف نفسی نمایشی نمایان علوم اعداد اسماء مسمایه در مسمایه راجع و سر واحد حقیقی که اعداد دن منزه در لامع علوم ما سوا دار فنا علور ما سوا. حالا اینجا وامدار باید بکنیم، ما سوا وامدار باید بخونیم، ولی اینجا ما سوامدار فنا علور واحد مطلق بقا علور. حالا اینجا دوباره از یه حدیث استفاده لمن الملک الیوم الله الواحد القهار اشته لا هو الا هو مالی بودر مالیه لا هو الا هو مالیه بودرجه ده منفهم olur. خیلی حرف جالبیه. فصل سلوک 3 نوع üzere بعد الجذبه و قبل الجذبه. خب دیگه یک صفحه هم تقریبا اینجا خوندیم دیگه، وارد نشم چون وارد بشم باید ادامه بدم. بریم یه چند صفحه بعد که ببینیم این کتاب احتمالاً داره نه تا صفحه 27 تمام نمیشه. بریم صفحه 27 رو بخونیم، همین بهتر که بریم صفحه. امروز خیلی خارج از کتاب صحبت کردیم، در نتیجه کم خوندیم. فصل رویا، بذارید اینجا حالا یه مقدار هم از اینجا بخونیم. فصل رویا بالاده وعد و ifade olunan رویاlar beyanındadır. آگاهی اول بستامیل المشربی، شاید مشرب باید باشید، المشربی شیخ عبدالرحمن ابن علی الانتاکی البروسی الحنفی نقل ایدر که کبار صوفیه کرامın biri ve kendi halinde söhbet esnasında dedi ki Mekke'de olduğum eyyamida sünnet-i Ahmediye'ye davet ve rafz ve teşeyyü'den tahzir ile nefy bid'at ederdim. Bir khali mahallede bir Şii benim lisanımı qət eyledi. Mahzun ve gamnak ol gece naim olup xabide Hazreti Tabib xaste dilan ümmet aleyhi ve ala alihi ve ashabihi tehiyyet cenablerini gördüm. Beni hitap müstetablerine şayan buyurup sual siyakinde şeyhin haklarından. حالا اینجا چیه؟ şeyhin haklarında senin zabanın buriده oldu. احتمالا şeyhin haklarında senin zabanın buriده oldu diyor buyurduklarında Ne'am ya Resulullah diyor hakpalarına hakbazlarına iltica ve ruhsay oldum ve ruhsay oldum bana otur deyip
دعت سعادت بوست دیگه و احتمالا نعت سعادت بیوست داشتنی بنم خد اسریمه وضع edip افتحناک diye emri buyurduklarında ağzımı açtım, bozaq alud nefesleriyle benim ağzıma okuyup bazı bozaq şafa iltisak dahi ilga ve ilgam buyurdular. Vakten bidar oldum, kendimi evvelki halimden ziyade lisan fesih ile سخنساز olurum buldum dedi. رویای آخر. حالا دیگه اینجا اینم یه مقدار از اینجا خوندیم. اینجا البته اون تاریخی که میگفتم اینجا هستش. بذارید بخونیم. ترکیب آخر. شمس الدین محمد ابن حمزه ابن محمد القنادی علیه الرحمه که دولت عثمانیانın ابتدای şeyh İslamidir. bir ve seda حالا این چیه این bir ve seda bena kerdesi olan cami civarında Cennetül Firdevs tarihi şehir Recep'inde şehr yani Recep ayında defn olunmuştur. Fak حدیثه دقیق کمالی المغله. حالا اینجا 834 این تاریخ این فوت این آدم هست. حالا این هم که ازش بگذاریم بریم مشاهده آخر. کتاب اینجا تمام میشه. من برم اینجا یک صفحه و نیم آخر رو بخونم. از اینجا ببینیم منام دیگر. شیخ ابو اسحاق ابراهیم ابن مرسل المخزومی نقل eder شیخ ابو عمر و عثمان ابن مروق القرشی huzuruna Mısır'da bir Arabi ve bir Acemi iki musafir cem olmuşlar idi. Lakin birbirinin lisanından fahmileri olmamakla her biri آخرین kelamını tefahüm ve lügatini درک edip lisanıyla tekellüm isteriz diye izhar şevk edip bu babida her biri niyazmend oldular. Ol gecenin sabahinde gördüm ki her biri ahir'in lisanini fesahat üzere tekellüm kudreti peyda eylemişler. Sebebinden istikşaf eyledim. İstikşaf talep keşf şudan ki illet çiye? İstikşaf eyledim. Arabiyül asl olan kimsene dedi ki bu gece Hazret İbrahim el-Halil aleyhissalatü celil hazretlerini müşahede eyledim. Şeyh Osman müşare ileyh beraber idi. Şeyh Osman müşarih ile beraber idi. Şeyh Osman'a Hazreti Halil dedi ki bu Arabiye lügat acemiyeyi benden niyabeten talim eyle dedi. O dahi derhal benim ağzıma nakl edip yani üf dedi. Bidar oldum ki bende lügat acem üzere suxansaz olmağa kudret var. Pes tekellüm eyledim. Dedi acemiye dahi sual eyledim. Rüyamda Hazreti Mustafa aleyhi tahiyyati Şeyh Osman mezbur ile ma'an müşahede eyledim. Şeyh Osman'a emr buyurdular. Şeyh Osman'a emr buyurdular ki benden niyabeten bu acemiye lügat arabiyeyi talim eyle. Onlar dahi benim ağzıma üfleyip dedi. Agab bidar oldum dedi. Agab
بیدار oldum ki Arabiyet üzere tekellüme kudretim var. Tekellüm eyledim diye nakl eylediği fevaide ve غیری de مذکورdur. حالا اینجا یه دعایی رو به عربی نوشته، من تلاش میکنم بخونم، حالا شاید ببینیم چی میشه. الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت هستش. حدیث شریفی دلالت لبöyle dua ederiz ki اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنك شمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقيه المستغيث المستجير الوجه المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الزرير من خزعت لك رغبته فأزت لك إبرته وزل لك جسمه وزعم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين للمطيعين ويا خير العافين عن العاصين فقلت تمام شد تمت النسخه بفضل الله ولا تمامها هدان الله و لاتمامها هدان الله، اینجا لا نیستش، و لاتمامها هدان الله مستقیم زاده استفاه الله و اعفو عن والديه بالله ثم ان قراء عفاه الله. حالا اسم خودشو نویسنده این نسخه رو گفته که من نسخه کرده، این نسخه است از یک کتاب دیگری نوشته این آدم. کتاب بعدی رو دیگه اینها رو نمیرسیم، از هر کدوم یه صفحه میخونم، با خودش الان تا الان فکر کنم بله 17 دقیقه هم گذشته، بیش از یک ساعته. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر سرصفت جماعت حریم. الله الله مولای مولای انت مولا الباقی و انا العبد الفانی و هل یرحمه الا مولاه ای والله الهی الهی انت الوجود الدائم و انا المعدوم الزائل و هل یوجده الا الحي القيوم ولا سواه لا والله اللهم صل على سيد المرسلين محمد و صاحبه الامجد و صحابة الاکرام صحابة الكرام مع الأصول والفروع الفخام وسلم تسليما يا سلام قدس أرواحنا و روح أشباهنا. احتمالا باشه اذا توجه و تجلى لنا ملك الفراق و محز وجهه سرائرنا إذ بشرنا برحيل الوصل والانطلاق يا خلاق وهيئ رمسنا جنية السلامة ليطمئن قلوبنا إلى ميقات يوم التلاقي يا زرق یا رزاق، ببخشید یا رزاق غبدا. حالا این چیه؟ غبدا چیه نمیدونم. اثنای مطالعه تتبعده رونمای مرآت الاطلاع صحیفه دل پرغل الدغی üzere نارک جولان نارون جولان لانه ناسود و حالا چی شد؟ کجا رفت؟ و مدهالک تیران آشینه لاهود
متحالک تیران آشیانه لاهوت اونان اون 8 عدد مردان تسلیک یا تسلیک باید باشه و ارشاد شیوخ سالکان عباد عباد جنابلرنون اهمال احوالleri مستور ستور مستر قلınmakta اس المرام دایی هوا پرور budur ki ol kübbari کرامون جنازه‌leri namazlarında muktedayان cemaat muslimin ve imaman اهل سنت و دین olmak مابه تبرک تبرک و مایه تشوق و تحرک مشایخ اسلام دولت عثمانیه و ذریعه استفاضه مفتیان کرام انام شجره شوکت مبارکه نعمانیه المسیح اعتقاد قویمیله قیام تحریمه امامت معتمیین موحدین و در کار توجه درگاه رب الذاکرین الملری میسر المشتر اول کبار کرام افراد بر وسیله ایله افراد و بو طریقه ارواح علیگلرین یاد و شاد و تکرار تذکیر و ایراد و زعمجه مرتین جملسینه تعظیم و کرام و توقیر و احترام مراد اولونوب مشایخنامه اسلام. این مشایخنامه اسلامه اسم این کتاب. نامیل اسما و جمعینه تاریخ تام المشتر قدمنا الله به اسرارهم 1180 وقعنا الله به اخبارهم اول شیخ بناه. حالا در این کتاب در مورد 18 نفر از بزرگان شیخ جامعه اسلامی یا مسلمانان آن زمان داره میخواد صحبت بکنه. صفحه آخرش رو یه مقدار بخونیم. اسیر محرر فقیر درویش خلیل شکست ضمیر گلمیل ختامه رسیده اولدی دعا. حالا بذار ببین اینجا چیزی گفته که این میگه که şeyhler rəf taun üçün təqribən şeyx tarixində şeyx 910 tarixində və salik Kəbədir روز ecel azmim zamanıdır. حالا این تاریخ کفن احرامی تابوت اول یولون تحت روانیدür. اسیر محرر تفقیر درویش خلیل شکسته ضمیر احتمالا اسمش خلیله. درویش خلیل شکسته ضمیر قلمی لختامه رسیده اولدی. دعا احتمالا عربیه، اگه عربی باشه نمیخونم. ثبت فخر الکونین سید الشهدا حسینین یا حسنین و تحت قواعده مصور الحال عارفان و سلسله کبارده منور البال پیران سرخیز و ماسواده صاحب پرهیز عاشقان و مستغرقین بالاسحار معتدل زاهدان و آنن خستگان و نالمس سبیان. حالا این دیگه نمیدونم نالمش یعنی چی، فالمش هم میتونه باشه، گالمش هم میتونه باشه. حرمتینه فتاح تعالی حاضر بالحرب و ناظر بالضرب غزاتون درونلرینه شجاعت و بیرونلرینه قوت و صفت وصف گتالیده جنود غیبیه لنصرت احسان ایلیه آمین به حرمت نبی الامین و علی آله و اصوله و فروعه صلوات معین یا خیرات حرین یا خیرین و
یا دلیل المتحیرین، حیرین یا خیرات الحیرین و دلیل المتحیرین تمت. اینم که تاریخ نوشتن کتاب 1238 بوده، پس اینجا درسته. کتاب بعدی رو شروع بکنیم ازش، یک صفحه از اول و یک صفحه آخر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استقیم. قال صلی الله علیه و سلم ان الله 99 اسما، ان الله 99 اسما معتن الا واحده. میگه خداوند برای الله 99 اسم هستش. حالا دوباره اینو به یه معنی دیگه میگه 100 منفی 1 الا واحد، معتن الا واحدن. من احصاها دخل الجنه. هر کسی که این 99 اسم رو بگه وارد بهشت میشه. این هم دروغه، یعنی برای آشنایی با نام و صفات الله خوبه، اما این دروغه که ما بیایم نفر هر ظلم و ستمی بکنیم، یه تسبیح برداریم اسم این 90 تا رو بنویسیم یا بگیم و بعد بریم بهشت. نه، این نه. بهشت یا جنت، بهشت که نه، جنت به بها دهند، به بهانه ندهند. باید براش زحمت کشید و در این دنیا هر چی بکاری در اون دنیا به دست میاری. برای اینکه ما اینو در بشر یاد گرفتیم، اگر در حیات خونتون یا در مزرعتون یا در گلدانتون اگر سیب بکارید درخت سیب در بیاد، دیگه نمیتونه از اون درخت انجیر بگیرید. از شما نمیتونید در گلدانتون گل رز بکارید و ازش و فکر بکنید که این تبدیل میشه به مثلا گلابی یا به خربزه یا به هندوانه یا به پرتقال. تبدیل نمیشه. از دنیا مزرعه الاخره، شما اینجا میکارید اونجا درو میکنید. این کلام چیز هستش. حالا بیاد مثلا یکی، الان جمهوری اسلامی خیلی رسمه، همه اینجاشون یه مهر دارن، نماز جمعه میرن، نماز شب احتمالا میخونن، نمیدونم فلان، در میان 5 تا خانم و لخت نماز جماعت داشتیم میخوندن با هم، 5 تایی 6 تایی رئیس پلیس مثلا. شما هر کاری بکنید و بعد بیاد این تصویر رو برداری بگی مثلا یا نور و یا قدوس و یا الله و یا رحمان و یا رحیم و فلان، بعد بری بهشت. نه، این دیگه اوج ظلم الله بر بندگان و بر حیوانات و بر انسان ها هستش دیگه. المعنا الله عظیم şa'ne مخصوص 99 ismi vardır ki yüzden bir nagistir. Bir kimsene onları ihsa eylese cennete dahil olur. یعنی معنالرینی بیله و حقینه مراعات ایده. دقت بکنید، تفسیر که من کردم همین رو گفت. نگاه کنید، میگه که یعنی معنالرینی بیله و حقینه مراعات ایده و ممکن اولانی کندینه فعل و صفت و حال ایلیه. اگه ممکن باشه اون افعال خدا رو برای خودش به شکل عمل، رفتار در زندگی و رفتارش بکنه، وضعیت حالش و صفاتش بشه. و یا آنلری بیرر سایه و همه اونها رو هم بتونه بشموره، و یا تک تک، و یا خود از بر ات که احساها از بر ات میگه حالا باید اینها رو به قدری بگی که برای خودت بگی مثلا رحمان چی، من باید رحمان باشم، رحیم چی، من باید رحیم باشم، ستار چی، من باید هر چی میبینم یکی داره یکی رو میبوسه، یکی داره با یه دزدی میکنه، نمیدونم فلان میکنه، من دیگه اینها رو با چشمم بپوشم، من کاری نباید برم دنبال این که گناه دیگران رو کشف بکنم. خیلی حرف جالبیه این که الله ستار هستش. اسلام هم به ستار خیلی فکر کرده. در اسلام ستاریت خیلی مهمه. میگه اگر 4 نفر پاشن برن به یک قاضی دادگاه بگن آقا فلانی با فلانی زنا کرد یا دزدی کرد یا هر کاری، این شروطی داره این شهادت دادن. اول اینکه آیا این خودشون تو عمرشون دروغ گفتن؟ چرا اگر قبلا دروغ گفته باشن چرا الان دروغ نگن؟ آیا تو عمرشون مثلا زنا کردن؟ اگر زنا کرده باشن چرا نباید الان دیگران رو به زنا متهم بکنن؟
آیا یه جایی مجرم شدن، به یه جزایی چی شدن؟ چند تا چیز داره. اگر همه اینها باشه، دروغ نگفته باشن تو عمرشون، خلاف نکرده باشن، جزا ندیده باشن، احتیاج نداشته باشن، شهادتشون رو به دروغ نفروخته باشن، حرفشون همه یه چیزی رو دیده باشن، یه جوری دیده باشن، در اون جا بوده باشن، به قدری سخته. میگه آقا اومد گفت زنا، میگه آقا دیدی؟ بله. کجا دیدی؟ فلان جا. در چه وضعیتی؟ در این وضعیت. آیا لخت بودن؟ بله لخت بودن. در چه وضعیت دیدی؟ میگه همه رو باید بگه ببینید اونقدر کار کرده که گفته آقا دیگه نتونه بگه که دیدن. یه خانومی به آقای لختن، به هم چسبیدن. آیا دیدی که فلان چیزش تو داخل فلان چیزش هست؟ نه. اگه ندیدی پس از کجا میگی زنا کردن؟ احتمالاً داشتن مثلا همدیگر رو میبوسیدن، از بدن به همدیگر بدنشون میمالیدن. خیلی سخته این. برای همین میگه آقا ستار باش، بپوش. دیدی که داره حتی زنا میکنه، چشتو ببند، زنگ نزن به پلیس. ولی ما مسلمان ها به دروغ میریم، میگیم من میدونم این قابش مثلا آب مال اینه، زمین مال اونه، نمیدونم خونه مال اینه، پدرش اینو گفت. به دروغ حرفا رو میزنیم. خب اینجا حرف جالبی زد. احساها yerinde حفظها دخی روایت اولوندی آنکه آنون جنته girmesine bu حالت وسیله olur. میگه حالا اگر هم اونها رو عمل بکنه، هم اونها رو حفظ بکنه که یکی یکی بگه، و هم اونها رو تو ذهنش داشته باشه، میگه در این حالت احتمال این که بره جنت. حالا همون حرفی که من زدم حتی از اونم قوی چیز گفت این ترکه، این دوست ترکمون خیلی خوب گفت. Hatta bir kimsene bu takrir olunan manalara riayet edip ihsanın cümle manalarını ya ihsaün yani şumurdan ihsaün cümle manalarını kendiye cem eylese, hatta اون معنای اون کلمات رو که بر 99 کلمه صفات الله رو اگه در خودش جمع بکنه، یعنی به اونها عمل بکنه و اونها رو رفتار بکنه، bir kimsenin takrir olunan manalara riayet edip ihsaün cümle manalarını kendiye cem eylese ba'da cennete girdiye diye yemin elemek gerçektir. Qasamında bardur. Hais olmaz. کاذب değildir. احتمالا خائن، احتمالا یا خیانت، نمیدونم. بعضی از کلمات رو نمیتونم بخونم، البته میتونم بخونم ولی نمیفهمم مثلا این یعنی چی. قسمنده باردور همون واردور میشه باشه. خب ولی این هانت یعنی چی؟ هانف یعنی چی؟ olmaz کاذب değildir dediler. اسماء حسناءın cümle-i rivayat-ı müteaddide eyle ta sabit olup, ihtimalen sabit olup bir rivayette olan bazı esma-i şerife bedeli sair rivayette gayri esma-i latife vaqi olmakla cümlesi murad edip, bu fakir müstakimzade şikeste zemir sana en-nasir fi tariqet şeri'e min taksir gelemiyle bu bargarun ismi olan طرح المعنى فی شرح الاسماء، این کتاب رو طرح المعنى فی شرح الاسماء تاریخینده، حالا این خودش یه تاریخیه، نوشته 1150، یعنی خود این کلمه که طرح المعنى فی شرح الاسماء، این جمعش احتمالاً جمع حروفش میشه 1150. گفته تاریخینده ابتدا امام بخاری روایتinde olan اسماء حسنایی صورت مرتبسی üzere beyan ve itmam بعد rivayat digerde bulunanlar zile kılınmağa ihtimam olundu. Her birinin manayı Türki ve mal
garsileri ve mal farsileri icmalen beyan ignai ile irad olunup tefsilen beyan eşyaileri uhde şuruhi aslafe ihale kılındı. minallahi توفیق فی التحقیق. مثلا این من الله مثل خ نوشته شده، نقطه داره، خن الله نمیشه دیگه، قاعدتا میشه من الله یا فی الله توفیق من فی التحقیق. اینم فی هم نمیشه، احتمال میدم غلطه، ولی خب این نمیتونم بگم غلطه دیگه. حالا این احتمالاً البته یه نون هم داره اینجا ده. من فمن الله. خب حالا درست شد. فمن الله توفیق فی التحقیق. مقدمه İmam Ahmed Gastalani kitab el-Envar'da tavsiyekar olduğu üzere Esma-i Hüsna'yı teberrüken bir kez qiraat veya bir kez yani یک بار bir kez mesela bir kez qiraat veya bir yanar zimnetinde vesile-i teveccüh edip tilavet murad eyledikdə bu توحید سرلوحی شغل lisan ve برنامج توجه جنات قلنوب مع تعوذ و بسم الله. اعوذ بالله رو میگن. تعوذ یعنی اعوذ بالله گفتن. تعوذ یعنی اعوذ بالله گفتن و بسم الله یعنی بسم الله گفتن. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر دیگه. بعد bu ayeti telavet edip Allahu la ilahe illa huve lahul esmaül husna. Sonra bedayeti huvallahu lezi la ilahe illa huve. Tenri Teala hüviyet ve zati heysiyetinden Allah'dır ki mahlukat için ancak ma'bud odur. Cümle-i sıfat-ı cemile ile mütteseftir. İsmi celal-i cemile asma ilahiyenin ma'nalarını cami'dir ve ol ismi şerife dair suxan müstehsen ve xavast sairesi egerçi bu meqamın vazifesi iken tetvil kelami ve teksir sevad mukhil afhami مقتضی المغا فاتحه شریفه ناحد. حالا دیگه اینجا بقیه‌اش هم بذاریم بمونه. بریم صفحه آخر کتاب رو بخونیم. اینم سومی بود که خیلی هم آسیب دیده متاسفانه. خب اینجا گفتیم که کتاب ناقصه، متاسفانه خیلی هم ناقصه به احتمال زیاد. من اینجا کلمات رو با انگار با یه ماژیک یا به یه قلم نوک درشت بدی نوشتن، ولی خب قابل خواندن هست. بذارید ببینیم. فایده bu dahi müsərrəhdir ki her vasf latif bir təb üçün ve her ism şerif bir emr üçün münasib oldur. Bazı ehl hal ism azam la tasarruf eylediler. Ala gayril hazri sahabi gibi ki bir derya isnay tariqede mu'teriz ve rahzan olduqda, mən ini rahzan xundam və rahzan olduqda oquyub asker ilə ubur eylədiyə taraf nəbəvidən ma'muran getmişdi və bəziləri ma'ni ism şərifi ilə mütəsərrif eyləyib iştiqaq saqf ilə fərq qantar التون ستوتی یا ستوتی قنطار التون ستوتی احمد ابن ایوب همدانیه واقع oldu و نتلر جبار و متکبر ile mütesarrif. اینا دو تا صفت خدا جبار و متکبر ile mütesarrif oldular ki onları zikr eyledikdə təyaran edərdi və neçəsi
نام لطیف محمد ذکری ایله ارسلانون بطنگین کندی دستنی ایلگا و ادخال ادردی. حالا اینجا هم جبار رو میگه ها، صفت جبار و متکبر ایله، میگه که متصرف اولدولر که یعنی تونستن به این اسم برسن، خودشون بخشی از این بشن، جبار و متکبر بشن. میگه اولدولر که آنلر ذکر ایله دکته، اگه وقتی این اسم رو میگفتن، این کلمات رو به زبانشون میداردن، ایلرد تیران دردی، میتونست پرواز بکنه. و نچسی نام لطیف محمد، نام محمد رو وقتی ذکر میکرد، ارسلانون بطنه، دستش رو به شکم شیر فرو میکرد، دستنه الگا و ادخال داخل میکرد و الگا و ادخال میکرد. ادردی که ابو اسحاق خراسانiden görülmüştür diye yazılmıştır diye yazarlar keza ve keza. Ebu Siyag Muhyiddin کافیجین قرتون ناظر نام اثرنده. حالا این یک کتابی نمیده ابو سیاق نامی، محی‌الدین ابو سیاق نامی یا سیاق نامی یک کتابی نمیشته، کافیجین گرل. حالا این چیه نمیدونم، این کتاب رو احتمال اسم یک کتاب قطعا دین که افجینین قرتون ناظر نام اثرنده. یعنی در این کتاب مصرح دور که امام سیوطی'nin استادیدور، خودش هم استاد امام سیوطی بوده. فایده اسماء الهیه لسان فارسیده دخی متعدد علوم. میگه اسماء فارسی در زبان فارسی خیلی زیاد شده، برای اینکه زبان فارسی زبان که بتونه اون کلمات رو درست بگه نیست. مشهورلری بولاردر. حالا کدوم ایراد اولوندی، بولاردی که ایراد اولوندی آفریننده. حالا اسم گذاشته اینجا، برای همین میگم که بقیش آفریننده، آفریدگار، آمرزگار. این برای فقط الله رو میخواد بگه، خالق رو میخواد بگه. فقط برای خالق ببینید چند تا اسم آورده، گفته که آفریننده، آفریدگار، آمرزگار، ایزد، بار خدا. بار بیر و بار، تنگ بار، خدای، دیب مهر، دیبادین، داده، داد فرمای، داز روی. نگاه کنید، روزی دهنده، روزی ده، شبدیز، شبزر، جردگر یا کردگر، کردگار، کردگاز. حالا نگاه کن بقیه هم داره. برای یه اسم الله یا خلاق یا خالق ببینید چند تا میگه فارسی، چون فارسی نمیتونه، هیچ کدوم اینها نمیتونه اون کلمه رو معنی بکنه. کتاب ناقص مونده. ما امروز با یک کتاب در عرفان و مراحل عرفان روبرو شدیم به زبان ترکی که اسمش لطیفه بود و من وقتی این کتاب رو دانلود میکردم فکر میکردم که داخلش جوک باید باشه، ولی دیدیم که این منظور از لطیفه روح و روان لطیف و یا الله که هستی لطیف هستش مراد هستش و مراحلی که میشه الله گونه بود. برای اینکه میگه نفخت فیه من روحی، من در اون انسان از روح خودم دادم. یعنی ما هم به نوعی الله هستیم. اگر به اون مرحله برسیم، همون 99 اسم رو الله رو ببینیم معنیهاش چیه و بخوایم مثل اون باشیم. کتاب جالبی بود در عرفان و اینها، کتاب بسیار جالبی بود. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که تلاش بکنید تا در این زندان مهندسی جهل یک سوراخی باز بکنید و بتونید تمدن و مدنیت مکتوب و فکری ترک ها در قرون گذشته رو ببینید و به خودمون و به خودتون اعتماد و اطمینان بکنید و بخواید آینده را بر اساس تمدن ترک و مدنیت ترک و اراده انسان ترک بسازید. برای اینکه انسان ترک در تاریخ همیشه
تمدن ساز بوده و وقتی به میدان اومده یه تمدن جدیدی رو ساز کرده، ایجاد کرده.